کارت رفاهی با سقف اعتبار 300 میلیون تومان رونمایی شد. 300 میلیون تومان سقف اعتبارش، به اصطلاح بازپرداختش فرمودن 24 ماه است. مشتریان برای دریافت این کارت نیازی به گردش مالی و انتظار طولانی مدت ندارند. دیگه نیاز نیست حتما نزد شبکه بانکی گردش حساب داشته باشن یا توی صف وایسن. این کارت اعتباری بدون سود بوده و در مرحله نخست برای بازنشستگان تامین اجتماعی و افرادی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند تعلق می‌گیرد. نرخ کارمزدش امروز صحبت کردیم که از متقاضیان 2.25% بیشتر دریافت نکنیم و 4% از کارمزد از فروشندگان بگیریم که برای بازنشستگان، برای استفاده کنندگان از این خدمات در حقیقت نرخ همون 2.25% بشه. در مرحله نخست بانک رفاه و در مرحله بعدی بانک‌های سپه، ملت و تجارت این کارت را به مشتریان ارائه می‌کنند.